اولین کسی که در بیت الله شریف، شما ببینید عرب ها کعبه شریف چی میکردن؟ قدر و احترام میکردن و نماز میخواندن و به حج میرفتن و حجر الاسود بسیار عزت میکردن. چرا این مردم یک مرتبه از دایره توحید برآمدن و در شرک مبتلا شدن؟ علت اساسیش نمی بود که یک کسی که بسیار خوب آدم بود، بسیار شریف آدم بود، بسیار با تقوا بود، بسیار زحمتکش بود، مال خود بر مردم مصرف میکرد، نان میداد و تقوا میکرد و عبادت میکرد، لکن مشکل اساسیشی بود که این امو عقیده توحید ابراهیم علیه السلام نمیفهمید. عمرو بن لحی شما اگر قصهش در سیرت خوانده باشین، این وقتی که به شام میره، اونجا که در شام میرسه، چون علم نداره، چون توحید نمیفهمه، وقتی که در شام رسید چی کرد؟ وقتی که در شام رسید دید که مردم بت پرستی میکنن، بت ها دارن. پرسان شد که شما چی میکنین این بت ها را؟ گفتن والا صاحب ما کسایی هستیم که اینمی دوستای خدا هست، یا شخصیت های خوب بودن یا که فوت کردن، ما دیگه در مجلس ما خودشان نبودن، مجسمه شان آوردیم و اینا مشکلات خدا بر از اینا میگیم، ای باز به حساب سکرتر یا رئیس دفتر یا امو معاون العیاذ بالله خداوند هستن، باز این مشکلات ما رو یا به خداوند میبرن. اینا عمرو بن لحی ای کلان بود و مردم از پیش از این زیاد احترام میکردن، ولی بیچاره مشکلش در چی بود که عقیده را نمیفهمید. از این خبر نداشت که خود ابراهیم علیه السلام بتا را شکستاند. حالا تو چه قسم پیرو ابراهیم علیه السلام هستی که پس بتا میاری؟ این گپا به خبر است. فقط چی شده؟ به علم و به دانش در مسند چیز شیشه در مسند. حالا اکثرا مشکل مردم ما هم بیچاره مشکلشان در چی است؟ مثلا اگر یک نفر در شرک مبتلا میشه، باور بکنین قصداً در شرک مبتلا نمیشه، نمیخواد که مشرک باشه. هیچ انسانی را ما تا بال ندیدیم که او در شرک مبتلاست و خواسته باشه که قصداً در شرک داخل شه، نمیخواد. ولی مشکل در چی است؟ که این نمیفهمه در شرک مبتلا میشه. حالا ما شما که در یک مرض مبتلا میشیم، کی میخوایم که من مریض شم برو مثلا میدیم درد کنه یا قلب مزدس بتویم یا فشارم بلند شوه یا مبتلا به کلسترول خون شوم؟ نمیخوایم. لکن چون نمیفهمیم، ویروس نمیشناسیم، معلومات صحی و طبی ما کم است، یک جای پر از ویروس میکروب است، ما دمون میکروب ویروس مستقیما میریم داخل میشه و در میکروب دست میزنیم و به این شکل که در ویروس در میکروب وقتی که دست زدیم خود به خود مبتلا به مرض میشه.